مسائل ته ځواب ورکړي. مننه زازای صاحب، سلامت اوسئ. تاسو ته به بیا راوګرځم، ځینې پوښتنې مې پاتې شولې. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. تاسو څه فکر کوئ روسیه حق په جانبه ده چې د خپلو په اصطلاح سرحداتو د ساتنې په موخه لاس په دا ډول اعمالو پورې کړي چې اوس ښاغلي پوتین خبرې پرې کړي دي؟ او څه فکر کوئ د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو نه چې افغانستان سره سرحد لري او روسیه نفوذ او رسوخ پرې لري او هلته پوځي اډې پکې لري، څه ډول د کومو لارو نه کیدای شي مخنیوی وکړي د تروریستانو د وراړولو نه؟ یو او بله دا چې فکر کوئ چې روسان واقعا په ویره کې دي د افغانستان د جګړې نه، د دغو تروریستي ډلو نه، او دا واقعا روسانو ته ګواښ پېښولی شي، او که نه روسانو غواړي چې یوه لوبه وکړي او دلته امریکا ته ضربه ورکړي او امریکا وګواښي په افغانستان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام و احترامات میشه از طریق تلویزیون محترم ژواندون به مهمانهایی که در میز است و همزمان به خبرنگارای عزیز و شنوندگان و بیننده های عزیز تلویزیون تلویزیون ژواندون که در داخل افغانستان و خارج بیننده دارن و میبینن. و در قدم دوم درود فراوان به شهدای قوای مسلحه افغانستان که به خاطر ایجاد مدنیت دادن جامعه کار میکنن و برای قانون سازی و قانونمندی شهید شدن. برای شهدایشان درود میفرستم و زخمیایشان هم از بارگاه ضد متعال صحتمندی خواهان هستم و از دولت هم توجه جدی. موضوع همونطور که زازای صاحب گفت با تایید حرفای زازای صاحب من یه حرف میزنم که اضافه میکنم، یه حرفه که روزها صلاحیت مداخله در کشورهای مثل قزاقستان و کشورهای مثل ازبکستان نداشته و ما شما در میزهای قبلی هم می حرفا را زدیم تقریبا چند هفته قبل. مشکل اساسی که برای ما اگر ایجاد میکنه اما تو که پاکستانی ها با دستور یک تعداد کشورهای وقت در روز زمان مشکلات را ایجاد میکرد یا ایرانی ها فعلا به دستور امی روس ها و چینایی ها مشکلات را ایجاد میکنه. تاجیکستان هم یکی از مهره هایی است که از روی استفاده صورت میگیره و با ما یک مرز طویل مدت به اصطلاح مرز طویلی دارن. اونا روس ها دیگه چاره را نیافتن، چون در دیالوگی که جریان داشت قبل از شما یادتان است وزیر دفاع روسیه آمد با یک تعداد ابزار داخلی که در افغانستان است در ازبکستان ملاقات کرد، بی نتیجه ماند چون ازبک ها در جریان نبودن، ازبک ها اجازه ندادن برشان. ترکمنستانی ها هم به می شکل اجازه نمیتن و قزاق هم یک قدرت هستن اجازه نمیتن. و بین ما و روسیه، بین افغانستان و روسیه همونطور که زازای صاحب فرمود بسیار فاصله زیاد است. ببینین تاجیکستان است، پشت تاجیکستان کرغزستان است، پشتش یک بخش قزاقستان است. بعد قزاقستان بزرگ بسیار بزرگ است، بعد از روسیه میاد و به این شکل از مرز ازبکستان هم اگه ببینید ازبکستان است، کرغزستان است، قزاقستان است و یک مرز بزرگ قزاقستان یعنی بسیار بالاتر از او به میلها و به هزارها کیلومتر است. و به این شکل هم بین ترکمنستان قزاقستان است و یک بخش از قرغز است و قزاق است و بالاخره ترکمنستان است و به اون طرف هم خزر است به اصطلاح چیز سرحد که داریم که مربوط به ما نمیشه. افغانستان در اونجا هیچ صحیح نیست. ببینین روسا از این حرکاتی که داره همونطور که زازای صاحب گفت بهانه تراشی است. زازای صاحب گفت که روسا حق به جانب است. نه نگفت گفت که روسیه حق به جانب است. دولت افغانستان به روسیه اطمینان دادن نتانست که از کشور ما متضرر نمیشین، اطمینان دادن نتانست و دیپلماسی معقول و منظم انجام دادن نتانست و روسا حالا در حراس است که از تروریسم افغانستان متضرر نشه و چنین حرفایی زده. ولی گفت که این کار روسیه اشتباه و مداخله در امور افغانستان است که تجاوز کنه به خاک افغانستان از طریق دیالوگ باید این معضلات حل کنه. ما پیشتر ببینیم مثال های بسیار مستند دادم که روس ها با ما بسیار زیاد فاصله داره. روسیه که ما نامش روس نژاد روس میمانیم اونا با ما میلها و هزارها میل فاصله داره. لذا از یک سم ضعف‌های داخلی ما معلوم است، دیپلماسی ضعیف داریم، مربوط به گروه ها و تنظیمات. اینا هم ابزاری هستن که روس ها از این ابزار در داخل خاک ما استفاده میکنه. فرض مثلثی که پاکستانی ها، ایرانی ها و روس ها تشکیل داده، اون ابزار داخلیشان معلوم است که کیا هستن.
کی هست؟ خب برادر این خو هزارها بار گفتم خب خیر. گروه ها و تنظیم هستند. کدام گروه ها و تنظیم؟ همین معلول ها هم است که کی از خو کی؟ ضرورت به این است. گفتم بیشتر گفتم که ده ها بار صدها بار گفتیم. نمیفهم 180 چند یا تنها 80 چند حزب راجستر شده. این تنظیم های مشخص که از سال 71 تا به امروز افغانستان به بحران برده و عاملین جنگ و بدبختی افغانستان است. در داخل از او ابزار پاکستان، ایران و روسیه بسیار زیاد است و این مقامات دولتی هم میفهمه و شما میفهمیم، جامعه جهانی هم مال میفهمه. اگر قبلا شما سخنهای جنرال های شورای امنیت ایالات متحده آمریکا را در این اواخر دیدیم، گفت ما اشتباه بزرگ کردیم که آمدیم گروهی را به نام جمعیت سپورت کردیم، که اشتباه بزرگ کردیم که کرزی ناخودآگاه ما را فریب داد. این موضوع حل است به همگی. ببینید از امو ابزار استفاده میکنه روس ها در داخل که دیپلماسی ما ضعیف است. پاکستانی ها هم زمینه را برش مساعد میسازه، دیپلماسی ما را ضعیف نشان میده که ما در این عرصه. حالا دکتر صاحب میخوایم تو واضح از پیشتان بپرسم که واقعا روسیه در خطر است یا منافعش تهدید میشه از جنگ افغانستان و یا ای که موضوع دیگه است؟ سرزمین موضوع میم که روس ها از ما بسیار زیاد دور هستند. وقتی که آسیای میانه احساس خطر نمیکنه، اونا میفهمن ما با اونا قراردادهای امنیتی داریم. شما شاهد هستید. پس فلهذا روسا از کدام سر دنیا میاد در تاجیکستان بهانه پالی میکنه و در اونجا پس هدفش چیست؟ ببینین هدف روسا هدفشان این هستند که مشکلات را که در خاور میانه با آمریکایی ها داره و مشکلات را که در بین کریمیا و در اوکراین داره و این مشکلات را که با آمریکا داره میخواد یک بستری را در رقابت بر اساس ابزار داخلی که در سیستم های دیپلماسی ما داره ایجاد کنه. اما موفق نمیشه. من به صراحت میگم موفق نمیشه. روسیه پایگاه نظامی داره در کشورهایی که با ما همسایگی داره. مشترک منافع. یک دفعه بگیرین ما در اونجا تنها نیست. ببینید برای مثال روسا در ازبکستان پایگاه نداره. در تاجیکستان یک پایگاهی داشتن که در اونجا همزمان پایگاه اروپایی ها هم هستن. اما عالم داره. عالم سرزمین. اونجا پایگاه اروپایی ها هم هستن. از کشورهای اروپیان یک پایگاه نظامی قوای هواییشان است و از ناتو هم یک بخشش است. اگر روسا واقعا میخواد که مبارزه علیه تروریسم کنه، میتونه که در اون پایگاه بخش رو با ناتو چی کنه؟ شریک بسازه. نه که بیا با بخشای قطعات نظامی خودش در داخل چیز بیا کار کنه. حالا روسیه چگونه میخواد که جلو افراطیون بگیره به سرحدات کشورهای همسایه خودش؟ این زمامداری روسا نیست. روسا به می تاکتیک خب اگر چنین شود که بالاخره هر چیزی که میگن بهانه تراشی روسا را میگن و یا ای که حقشان میگن، بالاخره دست به اقدامات نظامی بزنه. چی فکر میکنین چگونه جلو شبکه‌های توریستی را خواهد گرفت؟ ببینید در کشورهای آسیای میانه حق پدر روسیه نیست. اون کشورهای مستقل است مثل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان. اونا منابع زیرزمینی داره. اونا فعلا با جهان غرب وصل است، با جهان اسلام وصل است. پوتین طی سفرش به تاجیکستان در کشور تاجیکستان چنین اظهارات و گپا و سخنایی داشت. حالا اگر تاجیکستان با پوتین هم نوا و هم صدا نمی بود، چرا رئیس جمهور تاجیکستان این موضوع را رد نکرد؟ یا چرا بالاخره تا امروز تاجیکستان صدا بالا نکرد که از خاک ما کسی نمیتونه که علیه خاک کسی یک دفعه گوش بگید تحرکات نظامی داشته باشه؟ شما شاهد باشین، زازای صاحبم شاهد از کسایی که حرفای مرا میشنوه، به شهامت ترین مملکت در 70 الی 90 سال و ما به صراحت میگم به شهامت ترین مملکت و به شخصیت ترین مملکت یعنی تاجیکستان بود. در مداخله سال 71 هم اینا مداخله زمینه را به روسا مساعد ساخت. زمینه های مداخله های قومگرایی و این و آن در افغانستان اینا مساعد ساختن به همکاری ایران در وقت. در تمام مسائل افغانستان ها مداخله کردن و این به ضررش تمام میشه و روسا یارو نگام کردن نمیتونه. اگر مستقلانه با حکومت افغانستان داخل یک برنامه می شدن و می آمدن زمینه را برای مداخله روسا مساعد نمی ساخت، من این را به صراحت میگم که اینا حفظ می بودن. و حالا که شما روسیه را میگین که چین هم در پالویش است به این حرفایی که بخواه افغانستان رو تهدید کنه به هیچ نتیجه نمیرسه.
اینو به صراحت میگم، اخطار میگه هر چی میگه تاجیکستان میشنوه. اینو به صراحت من میگم. خب تشکر. دکتر صاحب، هدف روس هدف روس مداخله زمینه سازی، مداخله گروه های پارتیزانی رو که یا ایجاد کردن تحت نام بیرق سیاه و تحت نام داعش به همکاری پاکستان و ایران. خب داعش پروژه غرب و امریکا میگن. ببینید ایره نگوین هیچ وقت این داعش که در افغانستان است تا حال او در مورد او داعشی که در خاور میانه است کسی اسناد ارائه کرده نتونست. من همیشه براتون میگم شما یک موضوع تارگت داعش از سال 7 سال است که ایجاد شده بالای کشورهای اروپا، بالای کشورهای چیز دیدین، روسا ندیدین، چون استنادی وجود نداره. دروغ میگن. این همش گیم ها، بازی های. داعش افغانستان مربوط به کیست؟ پروژه داعش افغانستان مربوط به کیست؟ یک مثلث، این پروژه مثلث پاکستان ایران روساست. به خاطر چی؟ این به خاطر از این بحران، به خاطر ادامه جنگ در افغانستان که جنگ از افغانستان باید نبره. پس چرا طالب علیه داعش یا در مقابل داعش داره تمویل و تجهیز میکنه؟ شما ببینن و خود روسا میگه که منافع ما و طالب به خاطر مشترک است که داعش دشمن مشترک ماست. اونا وقتی میتونن که زمینه را مساعد بسازند در داخل مداخله برای مداخله که دو گروه را، یکی را در بخش دیپلماسی، یکی را در بخش استخباراتی سپورت کنند. در دیپلماسی با طالبان هستن که اونا را در گیر جنگ میسازن به نام گروه های تحت داعش. با همین دو گروه را، طالب و داعش، همین دو گروه را اینا درگیر میسازن تا زمینه را برای درگیری مساعد شود، تا زمینه برای مداخله خودشان مساعد شود. تا کی کار نکنن اینا نمیتونه که موافقت داشته باشه. شما جنگ های زمان قبلی را یادتان نیست؟ حزب اسلامی از کجا بود؟ از پاکستان می آمد. جمعیت از کجا بود؟ از پاکستان می آمد. یک پیمان مشترک با روسا و پاکستان داشتن. جنبش شما ندیدین؟ حزب وحدت ندیدین؟ تا که جنگ‌های داخلی را زمینه را مساعد ساختن. زمینه را کی مساعد ساخت؟ تا که طالبان آمدن. خب او جنگ سر قدرت گفته میشه و باز در اوایل خو اما 7 تز در پاکستان بود و 8 تز در ایران بود. اینمی جنجالشان، اینمی تاکتیک استخباراتی هستند که اینا در شمال افغانستان برام اندازه تا زمینه مداخله را مساعد. تشکر دکتر صاحب. شما برخواد گشتیم سازای سپتاستر ازم دی افغانستان د داعش پروژه د ایران، پاکستان او روسیې ده او همدارنګه روسان ډیر لري پراته دي د افغانستان او حق نه لري چې دا ډول تشویشونه څرګند کړي او په ټوله کې روسان غواړي په افغانستان کې یو بې ثباتي او انارشي رامنځته شي ترڅو د دوی مداخلې ته زمینه برابره شي. څومره موافق یاست؟ زه به تاسو ته